داستان دختر هوسباز. هر روز با یک نفر در حیاط دانشگاه بود. در کل دانشگاه بدنام بود و همه ازش بد میگفتن. نمیدونید وقتی در موردش حرف بدی میشنیدم چطور آتیش میگرفتم. اما راستش حرفایشون دروغ نبود. فقط خدا و دوستم مرتضی میدونستن من ازش خوشم میاد. البته نه مثل پسرای دیگه که از اون خوششون میومد. نمیدونم چطور براتون بگم که جنس دوست داشتنم فرق داشت. مرتضی گفت چرا ازش خوشت میاد؟ نگاهی کردم و گفتم چون معصومه. دیگه هیچی نگفت و سوالی نپرسید و رفت. فردا به هم گفت برو جلو پسر، نترس و اگه ازش خوشت میاد باهاش ازدواج کن. گفتم ده آخه بدنام هستش، تازه گناهکارم هستش، من خودم دارم میبینم. مرتضی گفت خودت مگه نگفتی معصومه؟ بهش گفتم منظورم این بود چشماش معصومه. تازه مردم چی میگن؟ میگن یه دختر هوسباز و بدنام رو گرفته. با حرف مردم چی کار کنم؟ تازه از کجا بهش بعد ازدواج اعتماد داشته باشم و با سابقهش چی کار کنم؟ مرتضی خندید و گفت من به خاطر خودت میگم. تو از کجا میدونی این دختر چرا این کارا رو میکنه؟ شاید هوسباز باشه، شاید همین مشکلی داره. از کجا میدونی تو هم یه روز از این آدم بدتر نشی؟ ما که داستان اونو نمیدونیم. الان تو میخوای ازدواج کنی و عاشق این دخترم هستی، پس دیگه هیچ عذری نیست و اگه الان سراغش نری منتظر عواقب کارت باید باشی. اگه عاشقش باشی اینا همش حرفه، به خاطرش هر کاری میکنی، حتی حرف مردم رو هم به جون میخری. به نظرم هر مشکل و گناهی و گذشته‌ای رو میشه درست کرد، به شرطی که یکی کمکمون کنه. اصلا شاید مشکلش همینه که همدم نداره. اگه یکی باشه که واقعا دوستش داشته باشه دیگه این کارا رو نکنه. شاید توی فرستاده از طرف خدا هستی که باید کمکش کنی. بعد صداشو آروم کرد و گفت امین، اگه انجامش ندی دچار آینده بدی میشی. گفتم چرا قضیه رو الهی میکنی؟ یه عشق کوتاهه، زودم تموم میشه. شایدم من مثل پسرای دیگه هستم. من حرفای مرتضی رو باور نکردم و با این حرفا از سرم بازش کردم. ولی راستش دلم برای دخترک میسوخت و آرزو میکردم کاش میتونستم کمکش کنم. ولی من نمیتونم. اصلا چرا من؟ این همه آدم. من فرستاده نیستم. این ترم هم تموم شد. آخر ترم اکثر درساشو افتاد و قبول نشد و هر روز درساشو غیبت میکرد. یه روز برادر و پدرش توی دانشگاه اومدن و تو حیاط کتکش میزدن. بچه ها میگفتن خیلی به همه نزدیک شده و کار دست خودش داده. من هم مثل همه کسایی که اونجا بودن جمع شدم و فریادهایی که میزد و گریه هایی که میکرد رو میشنیدم. خیلی از کسایی که جمع شده بودن تا این تماشاخانه رو ببینن در این وضع گناهکار بودن و البته من هم گناهکار بودم، نه کمتر از اون پسرایی که به خواسته دلشون رسیده بودن و الان فقط نگاه میکردن و من هم نگاه میکردم. من صدای دخترهایی رو میشنیدم که دربارش میگفتن این عاقبت هوسبازی هستش. دختر بیچاره. چند روز بعد شنیدم که خودش رو کشته. باورم نمیشد تا اینکه اعلامیه‌اش رو دیدم. هنوز چشماش معصوم بود. باز هم صداهایی می اومد که اذیتم میکرد. از اولش مشکل داشت. نه بابا، فقط هوسباز بود. عاقبت هوسخواری همینه دیگه. طفلی پرپر شد. اصلا بهش فکر نکنید. حالا انگار کی مرده، همون بهتر که مرد. فضای دانشگاه رو آلوده کرده بود. من که ازش بدم می اومد. هر کی گناه کنه عمرش کوتاه میشه. فکر کنم هیچ کدوم از اونا هیچ وقت گناه نکردن. لابد نکردن که این حرفا رو میزنن. به نظرم اون فقط یکم بدشانس بود. شایدم خیلی خوش شانس بود که عاقبت کارش رو تو این دنیا دید.
احتمالا من و خیلی دختر پسرای این دانشگاه اون دنیا عاقبت کارامون رو میبینیم. از کسایی که ازش استفاده کردن تا کسایی که بهش کمک نکردن، از کسایی که پشت سرش حرف زدن و اسم اونو بدنام کردن تا کسایی که بی عاطفه و بی توجه کنارش رد شدن و با صدای آروم گفتن اون گناهکاره، بهتره بهش نزدیک نشیم. شاید هم در همین دنیا نفرین بشیم. اصلا تصمیم گرفتم به خاطر اینکه یکم از بار گناه هم کم بشه به مراسم ترحیمش برم. وارد شدم، همه جا سیاه بود و صدای گریه به گوش می رسید. حالا تمام عمرم گذشته و هنوز ازدواج نکردم. انگار من در همین دنیا نفرین شده.